ما در جنگ ها ما مغلوب کردیم انگلیس ها را. ما ملت سربلندی هستیم، ما ملتی هستیم که در اسارت نبودیم، استعمار را نپذیرفتیم، زور دنیا به ما نرسیده و نمیرسه. بعد امیر عبدالرحمن خان امیر آهنین است، قهرمان افغانستان است. بعد این بار باز میگیم که این آدم ضعیف بود، بیچاره بود، ناتوان بود، آمدن بازور بهش تحمیل کردن. این منظور اگر اون خط زیر فشار کشیده شده و قابل قبول نیست و باطل هست، چرا خطی که بین من و تاجیکستان کشیده شده قابل قبول است؟ چرا خطی که بین من و ایران کشیده شده قابل قبول است؟ عضله تاریخی با 6 همسایه و جز از پاکستان با 5 همسایه دیگه نداریم که با پاکستان داریم. برای نداریم که این از این طرف نسبت به اونجا ما ادعایی نکردیم برمان از من برمان یک بدخشانی تاجیک پذیرفتم که اون طرف تاجیک‌ها هستن، مردم ما هستن، ولی خوب این خط کشیده شده. رودخانه عمان یک از این خط‌ها هست، اونا یک سرزمین هستن، ما دیگه سرزمین. این دایره اینجا وجود داره، اینجا ادعا دارن که ما قبول نداریم و اساس دلیلشان هم بیش از این که دلیل تاریخی منطقی باشه، این دلایل اخلاقی قومی است. بدنه ما اون طرف مونده، حالا واو ویلا عجب شد، نمی پشتون اون طرف هست، نمی پشتون این طرف هست، این چی میشه؟ ما این واو ویلا رو نداریم. بگیم با تاجیک است، خانه تا بادوچ سرزمین داره، کشور داره، تو اون طرف باش، ما این طرف باشیم. قانون وجود داره، شما با پاسپورت بیاید، من با پاسپورت میریم. این جنجال خب اینجا دارن وضع میکنن. اینجا هم دلیلی ندارن غیر از این. شما ببینید یک دلیل تاریخی اگر دارن، اسناد بیارن در تلویزیون، همه شبکه‌های جهانی داخلی در اختیارشون است. بجای جنگ، دعوا، ناسزا گفتن این تاجیک نیست، این از افغانستان نیست، این خاین ملی است، اسناد ایران بکو. فوش چرا میدی؟ بله. مدارک وجود داره، چرا در این 123 سال شما پیشنهاد نمیکنین، مطرح نمیکنین؟ بجای شایعه پراکنی اسناد ایران بکنین. من میگم اسناد بیار، میگن ما قبول نداریم. این خط تمام شده، ما نمیپذیریم. این خط تمام شده، تو خائن هستی. آقا شما در این مجموعه نگاه بکنید. وقتی که آقای میگه که شما خائن هستین، وطن فروش هستین، در این 20 تا سند، 20 تا معاهده، چی معاهده ارضی و چی معاهده مرزی، امضای یک تاجیک، یک هزاره، یک قزلباش، یک ازبک، یک بلوچ، یک قزاق، یک ترکمن در اینجا نیست. هر کی اینجا امضا کرده، یک پشتون امضا کرده به سران پشتون، البته با احترام عظیم به خلق پشتون، ملت پشتون، مردم پشتون که خب اونا رهبر نبودن دیگه، رهبراشون امضا کردن. منظور این رهبران. شما اینجا پای از این یک آدمی از بقیه مردم افغانستان پیدا بکنید، بعد بگید وطن فروش هستی، خودت امضا میکنی، خودت میفروشی، بعد متهم من گرگ دهن آلوده و یوسف ندریده عبدالرحمن خان چرا نمیگی؟ بعد حبیب الله خان چرا نمیگی؟ امان الله خان چرا نمیگی؟ برگردید میگی شما خائن هستین. خائن کسی است که اومده این معاهده رو امضا کرده. اگر اینا غلط است، خب بگید که عبدالرحمن خان قهرمان نیست. اون وقتی که بحث ارق ملی رشد میکنه، عبدالرحمن خان قهرمان است، بنیادگذار افغانستان نوین است، افغانستان جمع کرده، افغانستان ساخته. بعد که وقتی این بحث این خط میگه این خط خائنانه است، خب یا عبدالرحمن خان خائن است یا این خط درست است، کدام